حافظ میخوام یه دونه رستوران دارم. بالاخره مشتری من خودش مالی کیه؟ من متی حسین. مشتری منتظره. مشتری. بچه اینو بیان دور در مشتری. بابا بریم. حیوان منه. حروم زاده. احسان محمود مشتری چی شد؟ یه دونه دیگه براش بزن من خیلی گشتم بود. امیر حسین پیتزای مشتری چی شد؟ امیر حسین پیتزا. الو سلام. خوب هستی؟ حرام لقمه. امیر حسین بیا پیتزای مشتری رو بزن. بیا. بس دیگه. خب میفهمه کسخو. میفهمه به خدا. به خدا ازش خوردیم میفهمه. اوه چه پیتزا. متین پیتزای مشتری رو بردی؟ داداش ما رو دور میخواد. نوشابه. این ما 700 میلیون تومان فاکتور دادیم. 400 میلیون پپرونی امیر حسین خورده. 500 میلیون گوشت و قارچ امیر حسین خورده. 100 میلیون خودم خوردم.